من از اینا نیستم که برم یا حق منو بدید. میگه حق و ولش، ادب فداش. این خیلی حرف توشه. قبلا همین آقای حسین دوزخ که دوست خوب منه، چرا اینا وقتی با من کار میکنن میگیره، وقتی با من کار میکنن نمیگیره؟ چون من به ریز این کلمات دقت میکنم. خدای من شاهده، خدای خودش هم شاهده. قبلش این شعر رو نوشته بود حق و بگیر ادب فداش. کشوندمش کنار، گفتم داشت حق و بگیر ادب فداش لاشخوریه. ما مگه تو حق خودتو گرفتی تا حالا؟ این همه ساله داری رپ میکنی، مگه بیادبی کردی به کسی؟ بازم با عشق کار کردی. گفت درسته. گفتم پس حق و ولش ادب فداش. اینجای شعرتو عوض کرد و این شد یکی از بیتایی که من عاشقشم. حق و ولش ادب فداش. چون حق و طبیعت و خدا بالاخره بهت میرسونه چیزی که حق توه. این که تو سر اون سیریش بازی، حول بازی، بیادب بازی در بیاری همیشه خیلی زشته. اینه که اینم از این. تو بگو بهش کدومه، اصلا تو این زمین بهشت کجا بود؟ یکم فکر کن به همه یه جمله. همه فقط خواستن برن بهشت، هیچکی نخواسته بسازه بهشت. پس نتیجه چی میشه؟ همه میخوام برن، هیچکی نساختتش. پس بهشتی وجود نداره. ما باید در کنار هم بهشت بسازیم.